چند تا از عجیب‌ترین قانونای جنسی کشورها. بزن بریم. توی فلوریدا مردا حق ندارن سینه‌های زنشون رو ببوسن. این کار اونجا یه جرم محسوب میشه. توی لبنان رابطه جنسی با حیوونا مجاز و قانونیه، ولی فقط به یه شرط، اونم این که باید اون حیوان ماده باشه. توی هنگ کنگ زنا اجازه دارن که همسر خیانتکارشون رو به قتل برسونن، ولی فقط به یه شرط، اونم این که باید با دستای خالی این کارو بکنن. توی کلمبیا مادرها باید توی اولین رابطه جنسی دخترشون حضور داشته باشن و شاهد از بین رفتن پرده بکارتشون باشن. توی لندن سکس داشتن روی موتورسیکلتی که پارک شده جرمه. توی لیورپول زنایی که توی مغازه‌های ماهیای گرمسیری فروشندگی میکنن میتونن با سینه‌های کاملا لخت به کارشون برسن. حالا از فردا همه پرواز به سوی لیورپول.